على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران مهاجر، خیلی که خود دیده سعیم برادر الحمدلله 5 وقت نماز رنگ مور الحمدلله نمازش هم میخوندن در مسجد. نماز تراویح ما خودم شاهدی میدیم که نماز تراویح میدیدیمش قدیم نماز میخوند. یک روز تابستان گرم ده برادر گرم میشه و بازی میروه، ای بلندی میگه بپرم، تقدیر الهی گردنش استخوان این گردن دست میشکنه. خیلی خود دیده اینا 3 سال میشوه که در جوگای جوگایی اینا همه اینا شاهدی میده. اینا نگه پراتوش هستن قدیش 3 سال میشوه. شرایط رسیه به همه مهاجران معلوم است، به همه اهل مسلمان معلوم است که چه روز به روز قین شده است. خیلی الحمدلله 2 تا برادر مهاجر دورای ایران میگه کار کرده است الحمدلله کار کرده است. زورشو همین قرصی برادره. اینا 3 سال میشوه که یک روزه لیچینش 4,500 هزار است. یک تاش روز تو بگاه قطیش هست، اینا موش مساج میکنه، مساج نکنه این خودش لقب نمیتونه. اینا کویا یا تیگاش روز تو بگاه کار میکنه بیچاره همین قیم میکنه که پلی پاتین و دیگهش کارپلات رجیستراسیون و این اپارات خریدن خود دیده است الحمدلله. خب در شرایط روسیه به حال زور شما از برادر برای با شما کوشش طلب کردید این که برادر چند که میتونه به خاطر الله چند که میتونه 50 روبل 100 روبل چند که میتونه کمک کنه ان شاء الله. الله مهربان سوره بقره 260 آیت در خطون نگاه کنه و ببینه الله چی وعده میده که کسی که یک مسلمان به خاطر الله کمک میکنه یک سومای 2 سومای الله 10 برابر زیاد ان شاء الله چیکار میکنه برمیگردونه شو. که فقط کمک تو به خاطر الله باشه. برادر عزیز ان شاء الله کمک کنه. الله مهربان ان شاء الله تا که برادر بخیزه ان شاء الله با پا. ان شاء الله گفته سام برچو که 1 سال 2 سال دیگه ان شاء الله حرکت کنه ان شاء الله با پا میخیزه. البته یک روزه اینا باید تکرار میکنیم. یک روزه رسول برادر که مساج کنن و دیگه تبلیغ کو که باید در کورای 4,500 کم نیست. خیلی انشالله با خودش این گر میزنه برادر. چی گفتن انشالله گر زن؟ السلام علیکم برادر عزیز، شما کمک میخوام چند خیزتون میرسه و خاطر الله 3 سال در جگه خواه یاردم کنه چند خیزتون میرسه.